سلام، من معصومه هستم. به کانال سفیر سلامت خوش اومدید. میخوام در مورد روتین پوستی باهاتون صحبت کنم. روتین پوستی شامل روتین صبحگاهی است و روتین شب هستش. روتین صبحگاهی ما بسته به اینکه تایپ پوستیمون از چه نوع است، خشک، چرب، نرمال یا مختلطه، میتونیم از محصولات متفاوتی استفاده کنیم. حالا برای این تایپ پوستی هم براتون یه ویدیو جداگونه میگیرم. اولین کاری که ما صبح بلند میشیم شستن دست و صورتمونه با یه آب ساده. اما این کافی نیست، بهتر که از یک شوینده سطحی هم استفاده کنیم. چرا شوینده سطحی؟ به خاطر اینکه ما در طول شبانه روز که میخوابیم، در طول شبی که در واقع یک شبی که میخوابیم، به خاطر عرقی که میکنیم یک سری باکتری ها و آلودگی ها روی پوستمون جمع میشه. پس وقتی که صبح بلند میشیم باید این آلودگی ها رو از رو پوستمون دفع کنیم، بشوریم که پوست سالم تری داشته باشیم. اولین مرحله پاکسازی همون شستن ساده دست و صورت هستش. بعد استفاده از یک شوینده ملایم که بستگی به تایپ پوستیتون داره استفاده کنیم. من تایپ پوستیم چون تایپ پوستی خشکی دارم، بنابراین صبح که بلند میشم از یک پن عسل زعفرون استفاده میکنم. پن عسل زعفرون یه صابونی هستش که در واقع محتویات اون از عسل و زعفرون گیاهی، کاملا گیاهیه و باعث میشه که آلودگی‌های سطحی پوست رو از بین میره. جزء محصولات لدورا هستش و بسیار مناسب پوست‌های خشکه، چرا که هم باعث نرمی و لطافت پوست میشه، هم درخشندگی داره، همین که یک نوع اسکراب هم هست، یه لایه بردار سطحی پوسته و این باعث میشه که اون آلودگی سطحی پوست من که در طول شب روی پوست من ایجاد شده از بین بره. البته من این کار رو انجام دادم، دست و صورتم رو شستم با پن و اومدم که بقیه مراحل رو براتون توضیح بدم. بعد اون استفاده از یک آبرسانه. آبرسانی که ما استفاده میکنیم باید مزیت‌های خوبی داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه اولا که بهتون بگم که بهتره که از محصولات استفاده کنین که گیاهی باشن. بعضی محصولات پایه‌های گیاهی دارن و مواد الکلی و نفتیشون کمه. بهتره که مواد نفتی و شیمیایی کمتر استفاده کنین، چون به مرور زمان باعث چروک و از بین رفتن جوانی پوست میشه. چروکی پوست هم به خاطر اینکه چون مواد نفتی توشونه باعث دهیدراتاسیون پوست میشه. همین دهیدراتاسیون روند پیری پوست رو به سرعت میبخشه. و من از یک آبرسان لدورا استفاده میکنم که بسیار شیک و قشنگه. چرا لدورا رو انتخاب کردم؟ اولا اینکه لدورا تماما مواد گیاهی داره. الان داخل این آبرسانش چون غلیظه مقدار مصرفش کمتره، یعنی به اندازه یک عدس میتونی برای کل صورتت استفاده کنی، یا مثلا یک حالا من استفاده میکنم میبینید. بعد روغن جوجوبا داره، روغن نارگیل داره، روغن کنجد داره و اینا همه برای پوست خوبن و مهمتر از همه این که هیچ گونه حساسیتی برای پوست نداره و فاقد چربی هم هست، آبرسان هم هست و گذشته از همه اینا ظاهر قشنگی داره. بعد ظاهر قشنگش خیلی خوشم. حالا پوستمون رو میزنیم، آبرسانمون رو میزنیم. ببینید من اندازه حالا یه ذره زیاد شد که برای دو طرف استفاده میکنم. خب اگر کم اومد میتونیم یه ذره دیگه استفاده کنیم. و چون میزانش زیاده، شما این آبرسان رو 100 میل 80 میله، شما این آبرسان رو میتونید به مدت 4-5 ماه استفاده کنید. این آبرسان ما. حالا اگه
شما روز عادیه و میخواین برین سر کار و میخواین آرایش کنین، بهتره که قبل از آرایشتون از یه تونر هم استفاده کنین. تونر چی کار میکنه؟ تونر pH پوست رو متعادل میکنه و باعث میشه که آرایش ماندگاریش طولانی باشه. اون آرایشی که برای صورتتون انتخاب میکنین هم حالت ماسیدگی ایجاد نکنه، همین که ماندگاریش هم زیاد بشه. حالا من چون امروز تعطیلات به خونه هستم از تونر استفاده نمی کنم، ولی میتونید از تونر گیاهی استفاده کنید. لدورا اتفاقا تونرهای خیلی خوبی داره. تونر روشن کننده انار هم داره که مخصوص پوستای تیره است، اگه استفاده کنید پوستتون روشن میشه، ظاهر قشنگی هم داره. بعد از این میتونیم حالا از مرطوب کننده استفاده کنیم، میتونم استفاده نکنیم، میتونیم از کرم دست و صورت هم استفاده کنیم. بعد بهترین پیشنهادی که میتونم براتون بکنم جزء مرطوب کننده ها، بهتره که مرطوب کننده هایی استفاده کنیم که توشون اسید هیالورونیک داشته باشه و آلوورا داشته باشه. محصولات لدورا اینو دارم، به خاطر همین من از محصولاتش خیلی استفاده میکنم. و وقتی که این کارا رو انجام دادیم، در نهایت باید از یک محافظت کننده استفاده کنیم و بهتر محافظت کننده ضد آفتابه. SPF ضد آفتاب بهتره که 50 باشه. چرا؟ آسیب به پوست حتی داخل خونه بهتره از ضد آفتاب استفاده کنیم. و ضد آفتاب هم بهتره که هر 4-5 ساعت یک بار تجدید کنین که باعث محافظت پوستتون میشه. و بهتره که از ضد آفتاب‌های از ضد آفتاب‌های بیرنگ استفاده کنین. چرا میگم بیرنگ؟ ضد آفتاب‌های رنگی کاورن، حالت پوشانندگی دارن، ولی ضد آفتاب‌های بیرنگ حالت درمانی و مراقبت کننده دارن به خاطر اون موادی که داخلشون هست. چون رنگی‌ها از یک سری مواد رنگی استفاده میکنن که این تاثیر درمانیش کمتر میشه. حالا من از ضد آفتاب لدورا استفاده میکنم، هم قیمتش مناسبه، هم زیاده، حجمش زیاده، هم غلیظ هستش و به مقدار خیلی کمی میتونه استفاده کنه، هم خاصیت شفاف کنندگی داره، هم خاصیت از بین بردن لک رو داره، میلیاهایی که اینجاها داره میتونه از بین ببره و باعث شفافیت پوست میشه. همچنین به خاطر روغن جوجوبا و روغن کنجد و ویتامین B کمپلکس و آیی که داره، یه حالت پوشانندگی، غیر از اینکه حالت پوشانندگی به پوست میده، باعث شفافیت پوست، آبرسانی و تغذیه رسانی هم انجام میده. بنابراین من به خاطر هم دیگه از محصولات لدورا استفاده میکنم، چون واقعا عالیه و گیاهی و هیچ گونه مواد شیمیایی هم داخلش وجود نداره و همین که خیلی خوشگل و قشنگه، ظاهر خیلی خوشگلی داره. خب ببین من خیلی کم زدم. خب حالا اونایی که چروک‌های زیر چششون زیاده، قبل از ضد آفتاب میتونن از کرم دور چشمم استفاده کنن صبح، ولی من معمولا از شبا استفاده میکنم. حالا اینجا بهتون نشون میدم اگه میخواین از کرم دور چشم استفاده کنین، از یک کرمی استفاده کنین که رفع تیرگی هم داشته باشه، فقط برای چروک نباشه. و میگم محصول لدورا هم برای رفع تیرگی پوست هستش، هم باعث تغذیه رسانی زیر پوست انجام میده، همین که جوانسازی رو داره، یه حالت پرکنندگی داره، مثل وایپر عمل میکنه. ظاهرم که خیلی خوشگله، من ظاهر قشنگ شد دوست دارم. و اما طریقه زدن کرم دور چشم. کرم دور چشم رو نباید زیر چشم، اصلا هیچ کرمی رو نباید زیر چشم بزنید، چون باعث آسیب به چشم میشه. ما چیکار میکنیم؟ یک اندازه یک ماش یا عدس خب کوچولو به این استخون بالای گونه هست، انتهایی ترین قسمت گونه، اینجا میزنیم دور چشم. ببین
اینجاست ببین زیاد شد، من یک شبه برم دارم اینجا به حالت ضربه‌ای که جذب پوست بشه. چرا؟ چون اطراف چشم مخاطش نازکه، خب نباید بکشی دستتو انگشتتو، حالا پایین انگشت که بزنی که بهتره، کمتر ضربه فشار وارد میشه. بنابراین چون چروک صورت رو بیشتر میکنه، چون مخاطش نازکه. همین در همین حد تموم شد. حالا این برم میزنم که ببینیم ببین چقدر زیاده، میبینی چون غلیظه. همین یه ذره ای که زدم چقدر زیاد شد، نصفش هم میزنم اون بالا. ببینی خب کرم دور چشم حداقل 1 ماه استفاده کنین تا تاثیرش رو ببینین. خب اینم از این. حالا من ضد آفتابم رو زدم، میبین اصلا احساس نمیکنین که هیچ گونه ضد آفتابی توی رو صورت منه. حالا میتونین از روی این کرم پودرم بزنین، انقدر قشنگ وای میسته که اصلا احساس نمیکنین که کرم پودر دارین. حالا من اینجا از کرم پودر بورژوا استفاده میکنم. ببینین ببین چقدر پوشانندگیش خوبه، اصلا احساس نمیکنه که کرم پودر زده. میبینی اینجا رو ببینین، حالا این قسمت رو ببینین خیلی کم مشخصه. میبینین اینم از کرم پودرمون. در نهایت میتونیم ریمل، البته من آرایشگر نمیخواستم بکنم ولی خب چون تو خونه هستم میخوام یه محصول خوشگل دیگه هم از لدورا براتون بگم. رژ لب مایع لدورا. رژ لب ماندگاریش خیلی زیاده، صبح بزنی تا غروب برات میمونه و خیلی هم پررنگ خوبه. نه انگشت رو ببینید هیچی نمیمونه. رژای دیگر رو بزنین، دست بکشین، یعنی هیچی نداره. دست بکشین قشنگ رژ لبه میاره. بعد ببین چقدر ماندگاریش خوبه. آب زدم هیچی در نیم، هیچی نداره. در مورد اشعه یووی باید بگم که ما 3 نوع اشعه یووی داریم: اشعه یووی A، B و C. یووی A که از شیشه عبور میکنه و تاثیرات بسیار عمیقی روی پوست داره، باعث به هم خوردن تعادل چربی و pH میشه و همینطور باعث پیری پوست هم میشه. اشعه یووی B همونیه که از شیشه عبور نمیکنه ولی از ابر عبور میکنه، همینم باعث آفتاب سوختگی میشه. اشعه یووی C نه از ابر عبور نمیکنه و اصلا به زمین نمیرسه. بر همینه که برای جلوگیری از آسیب در واقع اشعه یووی بر روی پوست بهتره که توی خونم از ضد آفتاب استفاده میکنیم و ضد آفتاب بیرنگ بهترین گزینه برای جلوگیری از تاثیرات اشعه یووی A برای پوستمونه. اینو لازم دونستم که اضافه کنم. به خاطر همینه که من از محصولات لدورا خیلی خوشم میاد، چون هم تمام موادش گیاهیه، مواد الکلی و نفتی توش وجود نداره
ماندگاریشون زیاده، پوشانندگیشون زیاده، آبرسان هستن، تغذیه کننده هستن. بر همین من محصولات لدو رو به محصولات دیگه ترجیح میدم. البته که همش محصولات لدو رو استفاده نمی کنم، محصولات دیگه ای هم استفاده می کنم، ولی اولویت اصلی من محصولات لدو راست. امیدوارم که از این ولاگ خوشتون بیاد و این روتین پوستی روزانه رو حتما انجام بدین. شاید روزای اول براتون سخت باشه، ولی در عرض یک هفته عادت میکنین و اینجوری باعث میشه که پیری زودرس نگیرین و پوست شادابتری داشته باشین. تا ولاگ بعدی، خداحافظ.